ادب دارم، همکاران خوب و پرتلاشم در برنامه فوتبال برتر فاصله بیشتری رو با رقبا ایجاد کنه. ارسال روی دروازه و سری دارن حرکت رو انجام میدن. کوشکی از استقلال توپ رو در اختیار داره داخل محوطه جریمه. فرصت برای بازیکنان کوتاه کارو انجام میدن. کوشکی میفرسته، خوبم میفرسته روی دروازه، تو برگشت داده میشه یه بار دیگه داخل محوطه جریمه. فشار مورد بازبینی قرار میدن. ببینیم اتفاقی افتاده اونجا در محوطه جریمه. حالا داره اعلام میکنه که چه اتفاقی رخ داده برای حاضران در ورزشگاه و پنالتی رو اعلام کرده برای استقلال. همه بازیکنان پشت محوطه جریمه نگاهشون به این صحنه هست. آسانی میزنه با گل برای استقلال روی ضربه پنالتی یاسر آسانی و استقلالی حالا 1-0 جلو میافتن. تیمی که فاصله رو ایجاد کرد، یه موقعیت و گل برای سپاهان خیلی زود. حساس و تماشایی استقلال سپاهان این ضربه شیرجوار فی فرصت داره، یک کاتبک رو به عقب. حالا فرصت برای ضربه زنی ریکاردو آلوز. آریا یوسفی به عرض میزنه، خود آریا روی پای چپش هست، یه پاس در عرض دوباره ریکاردو آلوز. دیگری در این صحنه میفته، حدادی ضربه رو میزنه. پاس ارسال روی دروازه، یه موقعیت تیر دروازه این بار به کمک سپاهانی ها میاد. دوباره از اون سمت جا برای ارسال توپ میاد روی دروازه، یه ضربه سر دیگه. یه حرکت بازی ادامه پیدا میکنه برای تیم سپاهان. یه پاس رو به عقب، یه ضربه از راه دور آنتونی آدان. تیم آقای ساپینتو یه ارسال روی دروازه، یه ضربه سر. جلال‌الدین مشرفوف میفرسته، خوبم این کار رو انجام میده. استقلال فرصت هست، ببینیم چه کار خواهد کرد با این موقعیت. فرصت برای استقلال، یه ضربه سرکش کماکان آسانی. موقعیت برای استقلالی ها چه کار خواهد کرد، چه توپی گرفت، چه موقعیتی و گل برای استقلال. خاطره آیاندو پاتوسی، قلیزاده دروازه رو باز میکنه، جمع و جور میکنه احسان آیصفی. خود آیصفی درگیر اشتباه میکنه. موقعیت برای تیم استقلال و سر. کیپور میخواد عبور کنه و بفرسته، اجازه کارو نمیدن، توپم میخوره به خودش. سوت